درود عزیزای من. امروز خدمتتون رسیدم با یک فال قهوه. امیدوارم که به نیتهای خوبتون برسین. من با اجازهتون قهوه رو نوش میکنم و موقع که تموم شد با شما با هم نیت میکنیم. من با اجازهتون قهوه رو نوش کردم و میخوام به سمت شما برگردونم. لطفاً نیت کنید، اسم خودتون و مادرتون رو 3 بار تکرار کنید و نیت بفرمایید. خیلی زود غمهای دلتون جدا میشه، میره. من تا این خشک بشه خدمتتون نشون بدم که دو نفر عاشقانه به هم علاقه دارن، ولی متاسفانه یه اختلافاتی بینشونه، ولی به زودی حل میشه. روبوسی دارن. از این حالت جدایی، دوری، دلخوری میان بیرون. بسیار عالی. خیلی خوشحال کننده است. خیلی خوشحال کننده است. یه مقدار اضطراب دارین. این اضطراب به زودی میره، چون قطره های قهوه کم کم داره سرعتش کم میشه. به آرامش خواهین رسید. خیلی عالی. براتون مسافرت میبینم. مسافرت به هر حال بسیار خیلی دور نیست، ولی بسیار شادی توش هست. خیلی بهتون خوش میگذره در کنار جفتتون، در کنار کسی که دوستش دارین و عزیزتونه. بهتون بسیار خوش میگذره، با امید خدا. من یک نمایی از فنجون قهوه‌تون بهتون نشون بدم. البته که توی این سینی یه مقدار پولای کوچیکی هست که از دست میدین، ولی برمیگرده. برگشتشو من میبینم. بله، این حرف زیاد داره. من برگشت پولهاتون رو میبینم. براتون یه پرنده بسیار زیبا، حالت الان بهتون نشون میدم، حالت یه پرستوی خیلی زیبا براتون افتاده. یا شبیه مرغ آمین، یک همچین صورتی رو از خودش به من نشون داد. بازم براتون یه قلب افتاده، یه قلب بزرگ. این نشون دهنده اینه که قلب خودتون خیلی بزرگه. بسیار مهربان هستین. بسیار مهربان هستین. میگم جاهاییش هم حالت ترک خوردگی داره. بله، متاسفانه موقعی که قلبت خیلی مهربون باشه، میگم بعضی مواقع امکان اینو هستش که متاسفانه شکسته بشه، ولی امیدوارم که به زودی ترمیم بشه این شکستگی قلب. در نهایت بسیار روشن، بسیار روشن. یک نفر چشم انتظار شماست.
یا شما توی سفر دور هستید و اونها منتظر شما هستن، یا خب بالعکس دیگه. چون من دارم میبینم که یک نفر سرش به سمت اون مسیریه که شما هستین و با چشماش انتظار شما رو میکشه. بسیار عالی. یه اتفاق خانوادگی شاد خوب میفته که واقعا چند نفر واقعا شاد میشن و انگار که در خانواده‌تون حالت یه جشنی، یه جامی رو بالا میبرید. بسیار عالی، بسیار عالی. مردی تو خانواده‌تون مثل پدر، برادر یا فردی نزدیک به شما مثل پارتنر، همسر شما رو بسیار شاد میکنه و یه خبر امیدوار کننده ای رو به شما میده. من اینجا برای مجردا، برای کسایی که تنها نشستن، دارم یک سفره ای رو جلوشون میبینم که باز شده و در رابطه با تنهاییشون صحبت میشه و من مطمئنم که براشون یه موقعیت جدی پیش خواهد اومد که ارزش فکر کردن داره و میشه که روش حساب کرد. عالی عالی عالی. فقط جدیداً دایره اطرافتون رو کوچیک کردین، سعی کردین کمتر معاشرت کنید، کمتر با دیگران کمتر در ارتباط باشین. چیز بعدی من نمیبینم. من اینو آرامش خودتون رو میبینم. من آرامش شما رو میبینم که بسیار آروم نشستین بدون دغدغه، واقعا بدون دغدغه. بسیار عالیه. خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب متاسفانه یه سری حرفایی هست که زده میشه، شما نباید به خودتون بگیرید. مسلماً خداوند دشمن رو حذف نمیکنه، فقط حقیقت آدم ها رو به شما نشون میده تا خودتون انتخاب کنید که بمونید یا برید، یا اون شخص اصلا شایسته شما هست یا نه. مسافرت هست، مسافرت بسیار روشن. رزق و برکت میبینم من براتون. یک ماهی بسیار فربه من میبینم براتون که در حال شنا کردن و به سمت شما اومدن هستش. خیلی خوبه. عالی. باز هم براتون پرنده هستش، خبر بهتون میرسه. این پرنده بسیار روشنیه و براتون خبر، میتونم بگم براتون خبر از یک سند. بله، یه سند براتون هست، بله، که شما واقعا بال در میارین از این اتفاق. یه سند بسیار عالی به نام شما خواهد شد. یه اتفاق مالی 100% تا 4 وعده دیگه. این 4 وعده میتونه از 4 روز تا 4 ماه باشه. وعده دوری نیستش اصلا. اشک ریختید، یه مقدار میگم از اونم به خاطر دل مهربانتونه. بله، اشک ریختید.
به زودی این اشکا تبدیل به خنده خواهد شد. شاد میشین. آرامش رو من میبینم در فالتون. دلتون گرفته هستش. حالا باز خودتون هرچی که متوجه میشید که من نگفتم برام کامنت کنید. دلتون گرفته هستش ولی کورسو و یه روشنایی هست که به زودی براتون رونمایی میشه. بسیار عالی. یه خبر، البته اینجا برای من پاکت نامه افتاده توی این فنجون، ولی خب پاکت نامه همون خبر، پاکت نامه روشنی هستش. خبر بسیار روشنه و شما رو قلبا خوشحال میکنه. براتون کلید افتاده. من چند بار از اول این فال خدمتتون گفتم براتون یک موفقیت، یک گشایش 100% و در فاصله بسیار کوتاه، خیلی کوتاه، خیلی نزدیک من میبینم. عالی. تا جایی که تونستم خدمتتون عرض کردم. امیدوارم که بهترینا براتون پیش بیاد. دیدار، ملاقات، دور همی، اینها هستش و روشن، 100% روشن هستش. بسیار عالی. امیدوارم که موفق باشید. تمام این خوبیای فال براتون پیش بیاد. رضایت داشته باشین. بنده رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. خوشحال میشم. سپاسگزارم.